دوستان عزیزم سلام. توی این ویدیو میخوام در مورد یکی از مباحث درس مکانیک کوانتومی یعنی چهار پتانسیل نامتناهی که به ذره در جعبه کوانتومی هم معروفه صحبت کنم. خب یه ذره ای رو فرض میکنیم که داخل یه همچین چاهی گیر افتاده که دیوارهای چاهمون به صورت پتانسیل بی نهایتن و داخل خود چاه پتانسیلمون صفره. این بی‌نهایت بودن پتانسیل دیواره ها مفهومش اینه که ذره دیگه روی خود دیواره ها و بیرون این دیواره ها نمیتونه وجود داشته باشه و احتمال وجود ذره‌مون این قسمت کلاً صفره. حالا اگه بخوایم ما این پتانسیل رو بنویسیم میشه Vx مساوی صفر وقتی که x ما بین 0 تا L یعنی داخل چاهمونه، این قسمت پتانسیل صفره و بی نهایت پتانسیل وقتی که x بزرگتر مساوی L و کوچکتر مساوی صفره که یعنی روی دیواره ها، این علامت مساوی یعنی روی دیواره ها و بزرگتر و کوچکتر یعنی بیرون این دیواره ها. خب واسه اینکه این ذره رو داخل این چهار پتانسیل بررسیش کنیم میایم معادله شرودینگر مستقل از زمانمون رو مینویسیم. معادله شرودینگر مستقل از زمان به این صورته که h سای مساوی e سای، یه معادله ویژه مقداریه، اینو میدونیم. h همیلتونی مونه، سای یا همون سای x تاب موج ذره مونه، e انرژی ذره مونه و دوباره سای x همون تاب موج ذره مونه. اگه اینو بهتر بنویسم یعنی همیلتونیمو باز کنم میشه منفی h بار 2 به روی 2m d2 سای x به dx2 به علاوه vx سای x مساوی e ضرب در سای x. اینجا دقت کنید من نوشتم d2 سای x به dx2 چون یه همچین مسئله‌ای برای من یه مسئله یک بعدیه دیگه، نیاز نیست روند بنویسم یا به صورت مشتق ضمنی بنویسم. خب من میام واسه اینکه این معادله شرودینگر رو بتونم حلش کنم به پتانسیل مثلا نگاه میکنم. پتانسیل مسئله من اینجا v مساوی صفره، فقط داخل چهار رو من میخوام بررسیش کنم. پس این v رو میام مساوی صفر قرار میدم. v رو اگه مساوی صفر قرار بدم این عبارت معادله شرودینگرم حذف میشه و اگه طرفین رو به منفی 2m به روی h بار 2 ضرب کنم و یکم تغییراتی توی این معادله انجام بدم به یه همچین شکلی در میاد. میشه d2 سای x به dx2 به علاوه 2me به روی h بار 2 سای x مساوی صفر. چیکار کردم؟ طرفین رو به منفی 2m به روی h بار 2 ضرب کردم، این بر عبارت رو آوردم سمت چپ مساوی و مساوی صفر قرار دادم. خب الان من این قسمتی که قرمز رنگ نوشتم 2me به روی h بار 2 رو اگه نگاه کنم این یه ضریب ثابتیه. ببینید دو ثابت m جرم ذرم ثابت e انرژی ذرم ثابته، h بارم که همون ثابت کاهیده پلانکه، اینم یه ثابته، یعنی این قسمت هیچ متغیری وجود نداره. من اینو میتونم به اسم K2 بنویسم، یعنی یه تغییر متغیری انجام بدم. حالا میگم چرا این کار رو انجام دادم. اگه اینطوری من بنویسم این معادله من تبدیل میشه به یه همچین معادله ای، میشه d2 سای x به dx2 به علاوه k2 سای x مساوی صفر. خب نگاه کنین این معادله اگه خوب بهش دقت کنین همون معادله دیفرانسیل مرتبه 2 خطیه. اینو ما قبلا توی درس معادلات دیفرانسیل خوندیم، میدونیم چجوری حل میشه و کاملا باش آشنا هستیم. پس معادله شرودینگر ما تبدیل شد به یه معادله دیفرانسیلی که ما میدونیم جواباش چه شکلیه. خب اگه من جوابهای عمومی یه همچین معادله ای رو بنویسم میشه سای x مساوی a سینوس kx به علاوه b کوسینوس kx. حالا چرا بهش میگن جوابهای عمومی؟ دلیلش اینه که داخل یه همچین جوابهای ما یه ضرایبی وجود داره
مثل A, K, B که ما اینا رو هنوز نمیدونیم چی هن. هنوز اینا رو پیدا نکردیم. برای همینه که بهش میگن جوابهای عمومی. خب واسه این که من بتونم جوابهای خود مسئله رو پیدا کنم باید بیام چیکار کنم؟ باید بیام این ضرایب رو با استفاده از شرایط مرزی به دست بیارم و بعد بیام اینا رو جایگذاری کنم داخل جواب هام تا اینکه بتونم جواب اصلی مسئله‌ام رو به دست بیارم. خب شرایط مرزی یه همچین مسئله چیه؟ خب شرایط مرزی من به این صورته. شرط مرزی اول من به این صورته که سایه من یا تابع موج ذره من وقتی که x مساوی 0 باید 0 باشه. خب مفهوم این یعنی چی؟ این یعنی این که روی دیواره x وقتی که 0 دیواره سمت چپ ما بود داخل اون پتانسیل، روی دیواره سمت چپ تابع موج باید 0 باشه. خب اینو ما میدونیم قاعدتا باید اینجوری باشه. چرا؟ چون پتانسیلمون روی دیواره بی نهایت ذره نمیتونه وجود داشته باشه و تابع موجش هم باید مساوی 0 باشه. خب واسه این کار من میام چی کار میکنم؟ این سایه x جواب عمومی که به دست آوردم رو میام هر جا که x داره مساوی 0 قرار میدم و کل عبارتش رو مساوی 0 قرار میدم. یعنی میشه یه همچین حالتی a سینوس 0 به علاوه b کوسینوس 0 مساوی 0. خب ما میدونیم سینوس 0 0، کوسینوس 0 هم 1. از اینجا نتیجه میگیرم که ضریب b من باید 0 باشه. یعنی این عبارت، این قسمت از عبارت من حذف میشه از اون جوابهای اصلی من. پس سایه x یا تابع موج ذره‌ام میشه a سینوس kx. دقت کنین هنوز من دو تا از اون ضرایبی که داشتم A و K رو هنوز نتونستم پیدا کنم. پس میام شرط مرزی دومم رو اعمال میکنم. شرط مرزی دوم داره میگه که سای وقتی که X مساوی L باید مساوی 0 باشه. مفهومش چیه؟ دقیقاً همون بحثیه که من توی شرط مرزی اول بهتون گفتم. یعنی دیواره سمت راست این دفعه x وقتی که L، اینجا ما میدونیم دوباره پتانسیل بی نهایته و تابع موج ذره‌مون باید اونجا 0 باشه. خب دقت کنین توی شرط مرزی دوم دیگه من نمیرم این جواب عمومی که به دست آورده بودم اونجا جایگذاری کنم ها. چرا؟ چون دیگه یکی از ضرایب رو به دست آوردم. فقط توی این ادامه یعنی سایه x مساوی a سینوس kx باید به جای x ها l قرار بدم. پس میام این کار رو انجام میدم، میشه a سینوس kl مساوی 0. خب اینجا دو تا عبارت داریم که به هم ضرب شدن، یعنی a و سینوس که جوابشون 0 شده. پس باید یکی از اینا 0 باشه. a نمیتونه 0 باشه. چرا؟ دلیلش اینه که اگه A 0 باشه جواب من بدیهیه، یه جواب بدیهی مسئله است. چرا؟ A 0 باشه یعنی کلا دیگه هیچ ذره‌ای داخل اون چهار پتانسیلم من ندارم و من میدونم که خب بالاخره اینجا یه ذره‌ای هست و من دارم اونو بررسیش میکنم. اینکه یه ذره‌ای وجود نداشته باشه خب اینو میدونیم دیگه، یه تابع موجمون 0 میشه تموم. ولی اینجا یه ذره‌ای هست، پس A خودش نمیتونه 0 باشه، باید سینوس KL 0 باشه. خب و یه چیزی هم از ریاضیات میدونم که سینوس NP همیشه 0. مثلا سینوس پای، سینوس 2 پای، سینوس 3 پای، اینا همیشه مساوی 0. پس سینوس KL رو مساوی سینوس N پای قرار میدم و اگه دقت کنین اینجا تابع ها یا همون سینوس ها با هم دیگه مساوی هن. پس قسمت آرگومانشون یعنی KL با NP باید با هم مساوی باشن و از اونجا من نتیجه میگیرم K باید باشه N پای بر روی L. یکی از ذرایب اون جوابهای عمومی رو هم تونستم به دست بیارم. پس اگه اینم جایگذاری کنم تو این رابطه سایه x مساوی a سینوس kx،
جواب من میشه سای x مساوی a سینوس n پای x به روی l. اینجا به جای k n پای l گذاشتم. دقت کنید باز هم هنوز من نتونستم یکی از ضرایب یعنی a رو به دست بیارم. واسه این کار من میام از یه روش دیگه استفاده میکنم که قبلا خوندیم به اسم شرط بهنجارش. شرط بهنجارش میگفت که انتگرال از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت قدر مطلق سای x به توان 2 dx مساوی 1. خب قدر مطلق سای x به توان 2 همون تابع موج یا همون سای x ضرب در مزدوج مختلطش و حدودمون هم از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت، ولی من واسه این مسئله حدود رو از 0 تا l قرار میدم. چرا؟ دلیلش اینه که من از منفی بی‌نهایت تا 0م یعنی بیرون چاهه اونجا تابع موج سایه x هم 0، یعنی انتگرالم تبدیل شده به 3 تا انتگرال. از 0 تا l هم یه تابع موجی داره الان به دست آوردم و از l تا مثبت بی‌نهایت هم اونجا هم چیه؟ دوباره بیرون چاهه، اونجا هم تابع موج یا سایه x هم 0. پس من میام این قدر مطلق سایه x به توان 2 رو همون عبارتی که الان به دست آوردم اونو ضرب در مزدوج مختلطش میکنم، چون یه عبارت حقیقی بود و قسمت مختلط نداشت، میشه همون قدر مطلق a به توان 2 سینوس به توان 2 n پای x الوم dx مساوی 1. خب قدر مطلق a به توان 2 این یه ضریب ثابتی اصلا به x ربطی نداره، میتونیم از انتگرال گیری بیاریم بیرون و خود این انتگرال از 0 تا l سینوس 2 n پای x الوم dx یه انتگرال خیلی راحته، میتونیم حلش کنیم و اگه بیایم اینو حلش کنیم و حدود رو جایگذاری کنیم میشه قدر مطلق a به توان 2 L دوم مساوی 1. L دوم همون جواب این انتگراله. از اینجا من میتونم خود ضریب A رو خیلی راحت به دست بیارم، میشه رادیکال 2 الوم. خب پس من الان دیگه میتونم سایه x هم رو بنویسم، این A هم جایگذاری کردم، میشه رادیکال 2 الوم سینوس n پای x الوم که این میشه همون تابع موج ذره در جعبه کوانتومی من، یعنی من تونستم تابع موج ذرم رو به دست بیارم. حالا من چی رو میخوام به دست بیارم؟ الان میخوام من انرژی اون ذرم رو داخل این چا پتانسیلم به دست بیارم، ببینم چه شکلیه. واسه این کار من یه بار یه تغییر متغیری انجام دادم K2 مساوی 2ME به روی H بار 2، همون اوایل کار. یه بارم با استفاده از شرایط مرزی یه K رو به دست آوردم، بود K مساوی N پای الوم. خب اگه این دوتا رابطه رو با هم دیگه مساوی قرار بدم میشه N پای الوم به توان 2 مساوی 2ME به روی H بار 2. از اینجا خیلی راحت میتونم انرژی رو به دست بیارم یا همون ای رو به دست بیارم که میشه N2 پای 2 H بار 2 به روی 2ML2 که N های من از 1 شروع میشن تا به بی‌نهایت. خب چرا من N رو از 0 در نظر نگرفتم؟ برمیگرده به همون قسمتی که من سینوس n پای نوشتم توی اون سینوس k l مساوی سینوس n پای، برمیگرده به اونجا n 0 دوباره باعث میشه همون جوابهای بدیهی به دست بیاد یا همون ذره‌ای داخل چاه وجود نداشته باشه. پس باید n ها رو از 1 در نظر بگیریم تا بی نهایت. پس این عبارت هم برای من میشه چی؟ انرژی ذرم در داخل جعبه کوانتومی. این عبارت یه چیزی رو به هم نشون میده. این عبارت نشون میده که انرژی این ذرم
داخل یه جعبه کوانتومی یا همون داخل این چاه نامتناهی به صورت گسسته است. یعنی چی؟ یعنی فقط به n بستگی داره. اینجا پای 2 h بار 2 2ml2 اینا همشون ثابتن، چیزای ثابتی هم. پای 2 که خب مشخصه، h بار 2 ثابته، m جرم ذرم ثابته، l هم که همون داخل چاهمونه یا همون طول چاهمونه، اینم که ثابته. و تنها چیزی که برای من اینجا تغییر میکنه n هست. یعنی من میتونم به ازای n های مختلف انرژی های مختلفی داشته باشم. مثلا انرژی حالت پایه که به کمترین میزان انرژی که اون ذره میتونه داخل اون سیستم داشته باشه میگن. خب اینجا n از 1 شروع میشه، پس n1 باعث میشه که من بتونم انرژی حالت پایه رو به دست بیارم. E1 به جای n اگه 1 بذارم E1 میشه پای 2 h بار 2 به روی 2ml2. اگه n هم رو 2 بذارم میشه E2 مساوی 4 پای 2 h بار 2 به روی 2ml2. این هم همون 4 برابر E1. n هم رو 3 بذارم دوباره میشه 9 برابر E1 و الی آخر. یعنی داره میگه که به ازای n های مختلف انرژی های مختلفی به وجود میاد یا به دست میاد و هر مقدار انرژی رو نمیتونه این ذره داخل اون جعبه داشته باشه. خب این هم یه نتیجه جالبیه برای این ذره در جعبه کوانتومی که من اگه بخوام این نتایج رو به صورت جمع و جورتر بگم، یه همچین نموداری برای این بحث خیلی بهتره. سمت چپ این نمودار سایه x هم رو برای حالا 4 تا تراز یا 4 تا n رسم کردم. سمت راست قدر مطلق سایه x به توان 2 که به چگالی احتمال ذره معروفه اون رو رسم کردم. خب تابع موج یا همون سایه x یه تابع مختلطه از نظر ریاضیاتی و یه تابع مختلط توی فیزیک مفهوم فیزیکی نداره برای ما. من نمیتونم از این تابع موج و نمودارهاش یه مفهومی به دست بیارم بتونم تحلیلش کنم. میام چیکار میکنم؟ ضرب در مزدوج مختلطش میکنم یا میشه همون قدر مطلق سایه x به توان 2 و اگه این کار رو انجام بدم این میشه چگالی احتمال حضور ذره یا احتمال حضور ذره توی قسمت‌های مختلف داخل چاهمون. خب این قسمت‌ها رو اگه نگاه کنین ببینین بعضی جاها به صورت گره هست. این قسمت‌ها خب روی دیواره ها که مشخصه گره بودن یعنی چی؟ یعنی احتمالمون اینجا صفره، احتمال ما صفره اینجاها. خب پتانسیل بی‌نهایت بود، ذره نمیتونست رو دیواره ها و بیرون اونجاها وجود داشته باشه و احتمالش صفر بود. ولی چیزی که جالبه برای ما اینه که مثلا توی N2 وقتی که تو تراز دومه یا تو تراز سومه وسط چاه هم بعضی جاها احتمال حضور ذره‌مون صفره. یعنی ذره اینجا و اینجا احتمالش وجود داره، احتمال اینکه حضور داشته باشه، ولی این قسمت ها نمیتونه وجود داشته باشه، احتمالش صفره. و اینم یه نتیجه جالب دیگه است برای ذره در جعبه کوانتومی. حالا من اگه بخوام این نتایج رو به صورت جامع توضیح بدم، اولیش اینه که گسسته بودن انرژی. خب ما دیدیم که ما توی ذره در جعبه کوانتومی انرژیمون گسسته است. یعنی چی؟ یعنی اینکه به n بستگی داره، به ازای n های مختلف انرژی های مختلفی داره. ولی اگه فیزیک کلاسیک رو ما در نظر بگیریم، فرض کنیم مثلا یه توپی رو داخل یه جعبه انداختین، خب ذره در جعبه کلاسیکی باشه، اونجا ما میبینیم که ذره‌مون یا همون توپمون میتونه هر انرژی رو داشته باشه. این دیگه گسسته نیست، اونجا پیوسته است. این یه تفاوت
ذره در جعبه کوانتومی با ذره در جعبه کلاسیکیه. دومین تفاوت اینه که ما اون توپ کلاسیکیمون رو توی فیزیک کلاسیک توپمون رو انداختیم داخل جعبه، همه جای جعبه میتونه احتمال داره که وجود داشته باشه. خب جایی نیست داخل جعبه که بگیم اینجا نمیتونه وجود داشته باشه. ولی توی فیزیک کوانتوم و توی ذره در جعبه کوانتومی ما دیدیم که بعضی جاها ذره احتمال حضورش 0 بود. اینم یه تفاوته برای این ذره در جعبه کوانتومی با کلاسیکی. و یه تفاوت جالب دیگه اینه که ما وقتی توپ رو توی فیزیک کلاسیک مینداختیم داخل یه جعبه، میدیدیم که دیگه بعضا میدیدیم مثلا وای میسته این توپمون. خب اون موقع چی بود؟ انرژیش اون لحظه 0 بود، یا انرژی کمینه انرژیش 0 بود، کمترین مقدار انرژیش 0 بود، یعنی وایساده بود. ولی توی ذره در جعبه کوانتومی کمینه انرژیش یا انرژی حالت پایش E1 مساوی پای 2h²2mL2. یعنی چی؟ یعنی این که ذرمون اینجا اصلا اون وایسادن نداره، توقف نداره، یه انرژی داره، همیشه کمترین انرژی داره. و اینم یه تفاوت جالبیه که ذره در جعبه کوانتومی با ذره در جعبه کلاسیکی میتونه داشته باشه. این تفاوت ها رو ما اگه بدونیم میتونیم هم مسئله رو بهتر درک کنیم و هم بتونیم بعضی از اون مباحثی که در فیزیک کوانتوم گفته میشه رو بهتر درک کنیم. و این تفاوت ها باعث میشه که راحت‌تر بتونیم سیستم های مختلف کوانتومی رو بررسی کنیم.